هر کی اندنش قهر کرد رپر شد. باید رپر شم تو ایران، باید به قله رپ ایران برسم. من تو کت من نمیره. ولی خب آهنگساز میخوایم، باغبون کافی نیست و لباس. اومدیم اینجا اشکان برامون لباس انتخاب کنه برای حسین در واقع. این مرد البته سیس حسین درسته. مترو بومی، ساوت ساید، ویزی، ای مافیا همه لون میندازن جلوش. کاگان KAGAN کاگان بیت پرودوکشن everything is کاگان. ببین رو دستش تو خاورمیانه نیست داشت. من هیچی نمیزنم اینو بهت بگم. میای تو رپ فارسی باید بزنی. من نمیزنم. من داشت رپ فارسی با من خودش رو دراگه. داداش مگه تو رپ فارسی نباید بزنی؟ صبرم به چیه؟ من نمیخوام ماما. منو به زور بردن. ببین به من مواد بدی زنگ زدم مامان. داداش اچ یعنی هارت، ما قلب. به من مواد بدی زنگ زدم مامانم چون یه عمر صبر زندگی کردم. نظرت راجع به این چیه؟ حاجی تو رو خدا نیارین. خودشه. اینو میگیری اول از همه که بعد پول در بیاریم پشت. حاجی این کیف باشگاهی که ای اشکان نداشت من دراگ بزنم. آره ببین من بچه من یه چیز راستشو بگم. من قبل اینکه بیام اینجا جیش کردم خودم از استرس. بگو چرا؟ چون میخوام رو بیت کاغان بخونم. حاجی خیلی حرفه. بلد نیستم میرم. اوکی بلدم. میام سیس بیام اینجا تو بشاشم خودم. میگم هم شاشیدم، هم استرس دارم، هم نمیدونم مثلا بعد چی بخونم. ببین الکی هم که شده بگو استعداد داری. الکی میگه استعداد دارم. الکی کارو در میاره. میخوام لخشم. آماده ای؟ باخون میخوام لخشم. آره حاجی خدای بدنش از همه رپرها حداقل آماده تر. داداش من الگوم داری اینجا رو بگیر. اشکان اینجا رو ببین تو رو قرآن داداش علمشو ندارم ولی عشقشو دارم. حاجی پشما برعکسه جدی حاجی سیزم دارم باش بیا. داداش حداقل از 3-4 تا رپر تاپ ایران بهتر شدی جدی. داداش میخوام خودتون نندازی تو هچل. این بود من نبودم. داداش من یه تولید کننده محتوای ساده‌ام. این بود من نبودم. دیگه همه زیر سر کاغان. آقا میخوام اینو در دارم. آقا دیگه منو نگیر دیگه. تو رو قرآن نگیر. خفن شو. بگیری چک بریم ما. با اینجا این بود. چقدر پول تیشرتته؟ 700 تا $1450 طرف دادم به خاطر جک بوی. کامان سیکتیره داداش کفشاتو چقدر دادی که بردن؟ 4500 سیکتیره آتلانتا از دستتون ما سرش گرفتم $8000. جورابام 24 نه اینجاش نگید کپروس شده جورابام. جورابه سولبا $200. از خود سویل خریدی جورابا رو؟ اولین اسپی اورجینال زندگیمه. اولیشه میگم بلد نیستم دروغ. اینم گفتن که 15 میلیون. چند میلیون؟ خوبه داداش واقعا تمیز شدی. نه کثیف. نه ببخشید. دمت گرم. نه شما این تموم شد. این بگ توش 13,000 chain. You know what I'm saying? Fucka chain. خب کاغا چند میدی 1 تا 10 به آره با کاران تو دانس 10 آقا 10 خب همینو بریم استودیو کاغان بزنه دایی بخونه. اومدیم تو استودیو. حالا اشکان بیت میذاره، حسین میخونه. میرقصه. من بخندم من یقه. داداش من رپر آوردم برات. پرهام آوردیم. آره پرهام کمک میکنه. ورس حسین رو بنویسه و بهش کمک کنه تو پروسه خوندن. من این آهنگو خوندم به جون مادرم یه دونه کامنت بگیرم نوشته باشه ضربه دیگر در پیکر موسیقی ایران به قرآن خودکشی میکنم. واقعا خودم چون این کامنت رو با پیج فکر برای 1000 نفر نوشتم. جدی میگم بهتون. من یوتیوبرم آقا. کارها رفیقم آجی.
ترپ دستشه. خب بچه‌ها اول پشت صحنه همه مافیای ترپ. خب من اینجا بخورید کردن. الان بگم. آره. بچه‌ها من چتم. والا بچه‌های سیندروم واقعا. بریم رکورد. رکورد داشت بیا. آقا آره. دخترایی که میخوان تو بلایند دیت بعدی من با پرهام شرکت کنن یه نود حتما کامنت بذارم برامون. دادا جور مادر. آقای رپر داداش همینو بریم ببندیم همینو. عالی من راضیم. تایپ بعضی وقتا نیست ولی اوکی لیتس گو. یه بار خوبه عالی بود. شغال شاه یوتیوبم با اشیکاران ستونم صدامو میشناسه با اینکه پا آتوتونم یس آره شست طلایی مال تو وای سایدمش بزنیم I'm asshole صدامو میشناسه با اینکه پا آتوتونم Spotify, bro. Yeah. چاقالا شاه یوتیوبم با اشیکاران ستونم صدامو میشناسه دافه با اینکه پا توتونم عالیه اینا ادلیبای خوبه. قویه خب اینا میخوان شیروسوا برو نشی رسوا داداش تو رپ شدم استاد برو نشی رسوا آره برو نشی رسوا پرشما که زد بابای سلبا بذار اشیکه دبی خاصی سروم تو بیشتر شباهت دار به معلم علومم داداش تو رپ شدم استاد برو تو نشی رسوا در شبا که زدم به بابای سلبا. آخه من چه کارم؟ بیا بریم گوش کنیم. First record. تموم شد. آره داداش اولین ورس گنگ مارکت دارم میام مارکت فقط سیسشو بلدم مارکت لخ شو حسین. تو ویو سعدی اینا باید بره. سعدی چیه دیگه؟ سعدی که اون شاعر معروف قرن ویو یعنی من کسی رو بریم سعدی هم اشکال داره با این آقا رپر ما رو سردرگم نکنید. نه کی بگو این مثلا کیا تو این داداش ول کن اینا هیترن. چاقالا شاه یوتیوبم با اشیکاران ستونم پانچه پا توتون میگم پول اومد در بیا خاصی تو اومد تو بیشتر داداش شورم شدم استاد برو تا نشی رسوا در شب که زدم به بابای سلبا. وای شده خیلی بالا. حالا بگی داداشی بامپول گنده شدم بدون آمپول داداشی بامپول گنده شدم بدون آمپول میام اگه داداشی با ما من و بابای سهیل باغبون منو بابای سوال بابا داداشی بامپول ببین زرگشو بردارم داداشی بامپول خوندم بدون آمپول میام باشه راد دور منو بابای سوال باغبون داداشی بامپول گندم بدون آمپول آره داداشی بامپول گندم بدون آمپول میام با شطر اگه راه دور من بابای سهیل و باغبون. هارد داشتم هارد شت بریم داداش بریم با بابای سهیل. بگم شما گو نخور
داداش چیکار داری میکنی؟ اشکان کاگان از پروژه های آره عالی افتاد. از پروژه های سروش آوردی چیکار داری میکنی باشام؟ داداشی واقعا به صنعت هر کی با من محتوای یوتیوب گرفت حاجی پشیمون شد تو رپ فارسی. سپر رو دیدی؟ سپر خلصه کو الان؟ اجازه بده که نپذیرم ازت. بریم. اینو از لیبا آماده است. خیلی باحاله بابا، خیلی باحاله، خیلی باحاله. خیلی باحاله. گونه‌خور من حتما اشکان بزن. چرا بابا؟ به عنوان یکی از رپرهای نیو ایران برو. حاجی چی شد حاجی؟ حاجی رباتم رفت حاجی، فرسی زیر پام در رفت واقعا حاجی، مسخرم نکن. ولی خیلی ببین خفن من همش تقصیری بود بعد داداش، خیلی خفن شد. ما جدی می‌خوایم این میگی؟ ترکو تو ماشین بذاریم گوش کنیم. بگو. همه اونجا گوسپامپ شدن جدی. من I get those goosebumps every time. I need that higher. Gonna to the higher. Lee Gang. داداشم رپر نسل 6 و نیم ایران 6 و نیم. ساین شده توسط اشکان کاگان. Yes, sir. خوب بود آجی. داداشم گوست رایدر. آجی عربده رو دیدی؟ نخور. اینجا مامبل میخونم خودم نفهمیدم. خیلی درسته. جدیدترین شاهکار رپ فارسی توسط اشکان کاگان و فلیم حسین خلق شد. بریم گوش کنیم با ویدیوش.